در بین شما پیشکسوت‌ها و اساتیدی حضور دارن، نورس‌ها و شکوفه‌های تازه‌ای هم به حمدالله حضور دارن. هر کدام یک لطفی دارید، هر گلی بویی داره و تأسف ما فقط از اینه که نمیتونیم از همه این گل‌ها استفاده کنیم. تأسف نخورید، لطفاً تأسف نخورید. شما خودتون گلید، گل خشخاش، آش انشالله عمرتون هم مثل گل باشه. از اونجایی که گفتید میخواید از ما گلا خلاصه یه استفاده بهینه‌ای بکنید، میتونید از خود بنده استفاده کنید. بنده فرید کاکتوس هستم، آماده استفاده کردن شما. خب در این قسمت دعوت میکنیم از خانم دکتر عباس لولو که شعری رو که آماده کردن برای مقام عظما بخونن. ما این شعر رو البته مقام عظما تیمی کار کردیم. لولو بیا. شبیه باد همیشه غریب و بیوطن است. شبیه کف موقع مسواک بر دهن است. البته قسمت اولی که ایشون گفتن بحث تنظیم باد مقام عظما بود و بیوطنی و همچین بیوجودیشون که منم قسمت کف کردنشون رو گفتم. لولو بیا. کسی که کار جهان لنگ میزند بی او، علی گدا که کنون فکر عظما شدن است. فکر چی؟ فکر عظما شدن، همچین عظمای تریپ مشی، لاستیک بند، بوق خربزه‌ای. حالا مصرع بعدی رو من میگم، خانم لولو تکمیلشون میکنن. میگه ز بحر قامت عظما یه چار جوابی بیا. فرشته نیست، پری نیست، حور نیست. اجازه بده. خیلی هیجانی شد. همه همینجوری چشا وق زده دارن مقام عظما رو نگاه میکنن. من مطمئنم که میخواد مقام عظما رو بگه. به خاطر همین یه بار دیگه بذارین خودشون بگه. من میدونم میخواست مقام عظما رو بگه، ولی بذار خودش بگه. بگو یه بار دیگه. فرشته نیست، پری نیست، حور نیست، زن است. خانم واقعا خواهش میکنم ما داغون کردی. خانم لولو مقام عظما رو کشتیش. همچین تر همینجوری کنتکس رولکسش هم کردی. عذر ببخشید چون دیگه قافیه به تنگ اومده بود، مجبور شدیم این بحث رو بگیم دیگه. وطن و این چیزا بود، آخرش اینا. حالا خوب بود؟ آفرین، خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب. بعضیا خیال میکنن که اگر بخوان از زن حمایت کنن باید این گرایش‌های فمینیستی و این حرفای بی ربط رو مطرح کنن. عظما گفتی چی تیستی؟ چی نیستی؟ کجا هستی؟ فیلمی هستی ها. از این کلمات هم بلدی؟ البته حضار البته نمیدونم میدونن یا نه، الان فمینیستای جدید هم اومدن از حقوق مقام عظما به عنوان یک مرد فرهنگی دفاع میکنن. مرد هنری، مرد فرهنگی، مرد شامل زنها هم میشه. بیا آقا بیا. بعد میگن تو جمهوری اسلامی زنها آزادی ندارن. آقا مقام عظما خودش حکم صادر کرده مرد شامل زنها هم چی میشه. خب پس همه زنها رو از فردا باید بریزیم تو دریا. مقام عظما خودشون چپن. همه اصلا اون ور فمینیستا چپ شدن. اله سلام آقای مهربان زیارتنامه ها. سلام آقا جون. سلام علیکم. شعر تو بخون. بال عباش پهن که میشد باران می آمد و شبه جزیره بوی پروانه می گرفت. امامش جمع که میشد برف می آمد، شبه قاره بود و شپش در جیبش سقاب می انداخت. سفرش آب آینه، چاشتش ترانه، اجاقش گلپونه، به هیئت کلمه عشق رنگ لبهاش. خب حتما کفشش آب هویج و نهارش قالپاق و به هیئت بسیجیان ولایت خوش آمدید. بابا این چه مزخرف سرایی تو میکنی آخه؟ قربون شکلت برم دیگه از این وضعیت مقام عظما سوء استفاده نکن دیگه آخه. رعایت کنین خواهش میکنم. من تعجب میکنم شما این کارا رو میکنید با مقام عظما. مقام عظما این شعر اهانتبارشو به شما رو چیکار کنیم آخه ما؟ بدید این شعر رو خوشنویسی کنن بفرستید برای بنیاد ایثارگران. عجب گیری کردیم وسط این دیوونه میوونه ها جمع شدیم. یکی مزخرف میگه، یکی میگه خوشنویسیش کن بفرست نمیدونم کجا. ولش کن. نخواستیم. از آقای حداد قاطر درخواست میکنیم که شعرشون رو اینجا بخونن. بفرمایید. همچون پرندگان سبکبال میپرند از شاخسارها به سوی آشیانه ها. در اوج فتنه باز به گوشت نواختند، سیلی به دست ها و به پاشان بهانه ها. آفرین. اون بهانه ها چی بود؟ اون پایشان
بهانه ها یعنی پاشون دنبال بهونه میگرده که خلاصه یه جوری اردنگی رو بیان برات. ما در پاشون چرا؟ در دلشون باید باشه. با پاشون لگد میزنن دیگه. آخه گوش ماغ با دلشون که نمیتونن لگد بزنن. من تعجب میکنم این حرفو داره میزنی. این میمونه که من با کمرم بخوام بیام بزنم تو گوشت. این میشه؟ نمیشه. حالا میگی من چیکارش کنم؟ عوضش کنم؟ بله حتما عوضش کنید. بله نه باشه. نه اون در پایشون بهانه معنی نداره دیگه. اونو باید یه جوری درستش کنید. کی گفته باید درستش کنیم؟ کی گفته باید درستش کنیم؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ به تو چه ربطی داره؟ من نمیدونم آخه مردی که تلس شکسته شاسی در رفته. دیگه به اشعار ما که تو ولایت نداری که. داستانی داریم ما. نه تو دهنم بادشاه. یه دهنم بادشاه. یه طیب الله یا قائله رو بخوابون. طیب الله انفاسکم. خیلی خوب. خوب باشه. خوبه. حالا یه قطعه نماهنگ داریم که آقای کافی هنگشو میان، من نماشو میام. برو بریم. شب در انبوه ظلمت سحر شد، آسمان نم نمک تازه تر شد، زلف پرچین شب تاب برداشت، دستی از حوض گل آب برداشت. عاشق از چشمه دل وضو کرد، چند رکعت خدا آرزو کرد. دل نگو صحن مشکو زبرجد، شمع و مشکاتی از لعل و از جد. گریه در چشم او جوش می زد، عزم رفتن در او شور نیزد. مرکب از نور آمد براغش، لؤلؤ لاب زین و یراغش. چشم او خیره بر بینشان بود، مقصدش آن سوی کهکشان بود. آسمان راه آیین بندش، راه شیری غبار سمندش. باد در یال اسبش قرنفل، طیفی از آینه موجی از گل. خیلی خوب. خیلی خوب. چه وزن قشنگی و مضمون خوبی. خیلی خوب. آفرین. طیب الله انفاسکم. خیلی خوب. همش از وزن شعر این بابا تعریف کردیم. ما این همه رفتیم وسط، این همه عرق ریختیم، مثلا انگار نه انگار ما رو ندیدیم مثل این که بیچه شروع. واقعا اب نداره. حیف اون همه عرقی که برای تو ریختیم. ما یه آهنگ آماده کردیم، شعری آماده کردیم ما آقای بیابانکی تلفیقی با هم دیگه که میشنویم. بیابانکی بیا. با آمدنت کمی به روزم کردی، آرنولد بودم تو تام کروزم کردی. هم سوخت دلم ز رفتنت هم پدرم، ای بر پدرت که دانه سوزم کردی. شکر ایزد فناوری داریم، صنعت دام پروری داریم. گشت ارشاد اگر افاقه نکرد، ما به جایش ولی فقی داریم. ما برای ثبات اصل حجاب، روسری یا که توسری داریم. جای حرف حساب از عظما، تا بخواهی دریوری داریم. آفرین. آقا به عنوان حسن خطاب خودمانیم بچه‌ها. امشب ما عجب عظمای خری داریم. عظمای خری داریم. آفرین. ماشاءالله. خیلی خوب بود. آفرین. هم لفظ خوب بود، هم تنظیم شعر از لحاظ قافیه و ردیف خیلی خوب بود. الحمدلله. مضامین هم که خوب بود. الحمدلله. خب حالا دیگه برنامه هم تموم شد دیگه. الحمدلله. خانواده خوبن، دستبوسن. الحمدلله. شما خودتون خوبین؟ الحمدلله. کار نداری؟ الحمدلله. طیب الله انفاسکم. الحمدلله. مقام عظما زرتش قمصور شده. الحمدلله. عجب عظما. طیب الله انفاسکم. خیلی خوب.